و تمام گرد و گوشه کناری قشلاق ما نعمت سویفی 53 ساله با یک مینه‌پاره در بدنش 20 سال از زندگی دارد و خاطره شوم ترکش مینه در مرز ازبکستان هنوز از ذهنش نرفته است. از اونجا علف برای با این حال همراه فرزندانش در دهه سرحدی فراب ناحیه پنجکن با دست و پای معیوب محتاج کمک است. ما رفته برای علف در اونجا با همراهی 6 نفر که همسایه های ما بودن با آنها در اونجا به مینه برخوردیم. در مینه در ترکش مینه ما در بین ما قریب همه ما زخمگین شدیم و از آن جمله من هم در مابین آنها زخمی شدم و یک دست چپ که در اینجا من دست چپی من در اینجا مینه زده من از اینجا شکست این و با پای هایم من پای راستم که این من اسکار که من از این طرف زدم قریب خیلی جلو کنده گرفته پراز باز به تخت پشت هایم زد که تخت پشت هایم من آسیب بسیاری دارد حال تا حالا زخمهایش درست نشده است من پشته ها من اینجا هم هست من با تخت پشت هست جای زخمهای اسکار که تاشکند در سال 1998 به خاطر جلوگیری از ورود نیروهای جمعه نمنگانی فرمانده پیشین حرکت اسلامی ازبکستان از افغانستان به وادی فرغانه مینه ها را در مرز تاجیکستان کاریده بود. با برچیده شدن مینه ها در مرز این دو کشوری همسایه در سال 2019 3 سال است که مقامات تاجیکستان میگویند اکنون خطر مینه ها مال تاریخ شد. اما معیوبان مینه ها میگویند آثار آن هنوز در مغز و بدن آنها پابرجاست و از مقامات کمک دریافت نکردند. ولی عظمت سلطانوف سردار اداره حفظ اجتماعی پنجکن میگوید تا حال 8 نفر از افراد معیوب مینه های ازبکستان مراجعت نکردند. باش پیش ما بیان ما مثال تاسه میدیم که من هم برایتون همجا گروه معیوبیتون کننده اگر مراجعت کنن اونجاش مسئولیت کروسی قریب 4700 تا معیوب داریم اون شب دیگه پنجکن با همین کسی که اووروس مثال براوس. در همین حال برخی از ضرردیدگان میگویند بیشتر از سازمان‌های غیر دولتی و بین المللی کمک‌های موقتی گرفتند. کمیته بهداشتی صلیب سرخ یکی از سازمان‌های کمک کننده است که طبق لایحه جدیدش از سال 2014 به آسیب دیدگان 7 شهر و نواحی مرزی ولایت سوخت یاری مادی و طبی رسانیده است. کمیته بین المللی صلیب سرخ با دستگیری مولوی خود در شهر خوجند مرکز ارتوپدی را پر از تعمیر برآوردند و همین اویله هایی که در خطر مینه ها یعنی ترکیده بودن رویگان با دستگیری ریاست تندرستی و اجتماعی جمهوری تاجیکستان تا شیشتن همین تجهیزات های نوی پا دست در همین مرکز دستگیری کردند. تنها در جماعت فراب ناحیه پنجکن بر اثر ترکش مینه ها 11 نفر کشته شده حدود 20 نفر زخمی شدند. مقامات میگویند بیش از 80 نفری که در شمال تاجیکستان از مینه کشته شدند افراد ملکی و ساکنان محلی بودند. تو همون چند سال شد همین زخم میگیری یک بول گیت پروتم با همون زخم ریسوس زخم نیکو پیشش هم یک تا میخواد همینجا هم میخواد یک تا انا هم تو انا زخم انا 20 سال شد من دست من دارم احوالی من بینه من نبودم سر با یانجا وادی ماندگی نیست رانی شما لازم نیست کار کنید. روابط تاشکند و دوشنبه هم بعد مرگ اسلام کریموف پرزیدنت پیشین ازبکستان و به سر قدرت آمدن شوکت میرزیویف رنگ دیگر گرفت. شروع پاککاری مینه ها در مرز یکی از تقاضاهای کلیدی جانب تاجیکستان بعد خوب شدن روابط سیاسی با ازبکستان بوده است. در همین حال ساکنان دهات نزد مرزی میگویند 2 سال است که پس از پاککاری مینه ها حادثه ترکش رخ نداده است ولی ترسی که در وجودشان باقی مانده است اجازه نمیدهد به نقطه های پیشین مینه گذاری شده بروند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه پنجکند.